83% مردم ایران حالت افسردگی دارن. خیلی بده، خیلی بده. من که میخندم میگن خوش به حالش، یا مشکل نداره یا یه تختش کمه. گفتم به روی خودم گفتن ها. من عزیزترین فرض زندگیم جلوی دستم پرپر شد. 14 پارسال پول تو ماشین از دوستم گرفتم، دزد همون لحظه زد رفت، هنوزم پیدا نشد. زندگیم فروختم، پول رفیقامو دادم. هر چی تو کشیدی منم کشیدم. منم میدونم قصه چیه، منم میدونم سرطان چیه، منم میدونم اجاره خونه چیه، منم میدونم مرگ چیه. ها بعضی وقتا ما میخندیم فکر کنیم ما از مریخ اومدیم. آقای عزیزی من اگه عصبیه مشکلات دارم میفهمی؟ نه من سیب زمینیم فقط تو میفهمی. میگم اخلاقت خوب باشه، میگه من مشکلات دارم. میگه ما مشکل نداریم، باید تمرین کنیم. تقوا یعنی چی؟ یعنی تمرین همین، پرهیز از عصبانیت، جلوگیری از بعضی از خشونت ها، عصبی شدن ها. بگذاریم